در سال 1934 در علمدار رود کویته شخصیت قوم‌دوز شاعر توانمند جناب محمد علی اختیار چشم به جهان گشود. ما در محل و زادگاه آن شاعر توانمند و آن شخصیت قوم‌دوز قرار دادیم. آقای اختیار خودان از گنا از گزد از دی چوپان بودن و زمانی عبدالرحمن همونطور که در سراسری هزارجات یک قسم شورش بپا شد و بر علیه عبدالرحمن بر علیه سراسری هزارجات یک جنگ را آغاز کردند. او جنگ از گفتیات ما که اونا هم از فامیل خو چندین برادرها و بچه کاکا و دیگرای خورا از دست دادن و چیزی که ماندن مگنام به سر و پا طرفی ایران و باطن در پاکستان هجرت کردن. همیتر که کم فیملی شیر که مو خبر داره شاید اینا بخش یک چند مدت کم اینا در ایران بودن در ملاقه مسجد یا در نام زو دیاد شهزاد ما رفته همونجا بودن بس واپس کویتا هم دندم کویتا آباد بودن دیگه نه. ای دا چیزا دا ایمی دا فوج دا ایمی کار مکد بس از فوج کی ریٹائر شد بس دا کانی کولا قدی آجی ٹکداری نا کار مکد بعض از اونجا بود دا 601 ورکشاپ یمینجی کار مکد میکینیک بود چرکی دا الکتریکل میکینیل انجینیرینگی کار مکد نه دیگه امزو کار خو استفاده مکدی در اون. زور برای میداد که هر رقم شونه تعلیم خود را از دست ندید و خود چون صاحب ثروت نبود. البته هیچ زمان ما از صنف اول تا 12 که دی اسکول قاطی تیوشن رفتم، تیوشن فیس و غیره داشت دیگه داشت. البته او چی رقم اونا منیج میکرد اویش ما خبر ندارم. محمد علی اختیار درس‌هایش را در سندمن های اسکول به اتمام رساند و بعد شامل بخش نظامی پاکستان شد و از دوران کودکی شوق و علاقه زیادی برای شعر گفتن داشت که اولین شعرش را در 15 سالگی سرود و در ایام نوجوانی شامل تنظیم نسل نوی هزاره شد. آقای اختیار که شاعر شد این اولنا شعر آقای اختیار بود. من این سخن ز تو و اتنبم نمیزنم بشنو ز گوش دل که از آن کم نمیزنم. بشنو ز گوش دل که از آن کم نمیزنم. این اولنا شعر محمد علی اختیار نمی بود. ما در یاد از ما منده که اینجی در 1977 عیسوی بود که ما بار اول به اصطلاح مگه به چشم سر آقای اختیار را دیدم. دیگه او پروگرامی تر بود که یک برنامه یوم اتحاد هزاره بود. بزودم پیش از خان اسکول اینجا یک جلسه بود. در جلسه آقای اختیار استیج سکرتری هم بود. بازم اشعارای انقلابی خو میخواند. یک روز کسی فوت کرده بود ولی قبرستان شیشته بود دیگه. آقای اختیار هم خدمات شیشته بود، 4-5-6 نفر می شیشته بودی. اما آدم فوت کرده بود مو پیشلو قبرستان رفته بود از بعد میمد درو دیگه. بازم میتر گپ من دوستا که شیشته بود گپ دیگه. ما گفتم آقای اختیار، گفتم این فلانه هم خدا بیامرزشش رفت. گفت این می دنیای دیگه. بازم همینطور برجسته شروع کرد. نگفت گفت گرگ اجل یکایک از این گله میبرد. این گله را نگر که چی آسوده میچرد نه؟ این گله را نگر چی آسوده میچرد دیگه. ما او بسیار در دلم شش نه که او بسیار وقت ما رو یاد میکردم که از یادم نرگم نه. اونا خودون چی که شعر و ادب از روز اول شغب داشتن و ما که ریزه بودم در صنف 2-3 ماه محرم که مشود از امام باره پنجابی 2-3 کوچه تاتر همون چی یک دنه اولی بود. دو اولی شعرای اردو زبان یک جای مشودن تمام از گناه. بس از بین آذربایجان اتیز ما ورافت کتی خدا نگاه کنه در نظر غلام علی نجاتی هر دویش همونجا ما رفتن و من وامیش کت خود خون برد. من کویتا شهر مختلف جایا که مشاعره که مشودک اینا مورفت و مشاعره شرکت مکد نه. او یک شعر سیسته آقای اختیار مگه علی تو فکری آقای اختیار تو سوچ کو که مثلا چه رقم بلند فکر داشته بوده نه. و این اشعارایش
که عمری از این اشاره قریبا از 40 سال پیشه. مثلا مگه آقای اختیار مگر از زندگی حاصل نداری؟ سوال از مردم خمونه نه، از نسل جوان مگر از زندگی حاصل نداری که در دل مقصد و منزل نداری؟ اگر داری تو خون گرم منگول، اگر داری تو خون گرم منگول خود چه بسیار گرم بود که اون از کوریا گرفته تمنه یوروپ را فتوحات میکرد دیگه. مگه اگر داری تو خون گرم منگول چرا درد وطن در دل نداری؟ دیگو از چی کار مو سر نمیگره، سینه مو دود منو در نمیگره. نمیش مثلا د مزاقان د رفیق ازمو خدا بیامرزه زیاد رفیق ازمو د اینچ کو تمام فوت کده مو اتفاقا زنده استتوالی نه. جناب محمد علی اختیاری یکی از بنیانگذاران تنظیم نسل نو هزاره مقوی بود و رول اساسی و نقش اساسی آقای اختیار در تنظیم نسل نو چی بود؟ محمد علی اختیار از روز ازل دمنه بنیانگذارای تنظیم شامل بود. از روز ازل منه کانستیتیوشن تنظیم، آیین تنظیم را دمنه نوشته کردن چی محمد علی اختیار دست داشت. این افتخار تنظیم نسل نو هزاره مغول داره که از بطن تنظیم امی تمام لیدرشپ و تنظیم میر بجا گفته میتونه که مطلب تنظیم مردم عزره کویته را قیادت داده. و بعدها در رادیو پاکستان من حیث خبرنگار و نطاق برنامه‌های مختلف روی مشکلات انسان هزاره پاکستان و افغانستان در رادیو پاکستان صحبت می‌کرد. آقای اختیار و چند نفره که رادیو پاکستان شروع شد. رادیو پاکستان پروگرامش شروع شد در 1975 ماه فروری بود یا مارچ بود که ادیشن شد، چیزا شد به زمینه چند نفره بودیم و که یک ما خودم بودم دومنش که ادیشن شد، چیزا شد. البته ما یک بعد جنگ کردم، اینا پیشلو بود. ما یک با ایران رفته بودم، از ایران واپس که آمدم باز مرا چیزا داد کانتکت داد که شما باین برای انونسر نه ایده 1975 بنا شدیم حاضرگی پروگرام. دایلاگ مشد امی چمندالی و بیک صاحب دایلاگ که مشد باز یکشی بیک صاحب آقای محمد علی اختیار بودن. تو د پاکستان د تنظیم ډایرکټر جنرال رادیو پاکستان انجامات او هزارگی پروگرام را دو زمان تازه چیزا تا تقریبا دو گنچه 2 ساعت برات بود، ممتاز چنگیزی بود. اینا تمام منیزی دست داشت اور ایرا بسیار د کامیابی چلند دو زمان هر چی ضرورت چی بود هر چی گفته مشد. مطلب لاله و بیک صاحب که بودن اینا را ای پروگرام که جور کده بود. ای کمزر سیاسی هم بود نه، بعضی ایتر معاشرتی و من معاشره که چیزی توبال میشه با چیزا میشه. از این خاطرم یک قسم سبق میداد دیگه با شکل طنز دیالوگ با شکل طنز هم بود، منش طنز هم بود، منش نصیحت هم بود، منش راهنمایی هم بود. مو دمنی هزاره استودنت فدریشن بودی. دمنی هزاره استودنت فدریشن کی بود؟ باز اچ اس اف دمنی تنظیم نسل نو هزاره مغول دفتر شی منی تنظیم مادک. بعد دوران قمو دمنی سنترال کمیټي تنظیم کی وقت جلسه شمو شدک باز مو به حیثیت صدر اچ اس اف باز مو هم شرکت میکردیم 2 نفر صدر جنرال سکرتری. باز اون مو بیشتر دیگه آقای اختیار میگردیدیم. در 8 دسامبر 1993 به نمایندگی از تنظیم نسل نو هزاره به افغانستان سفر کرد و با شخصیت‌ها و رهبران هزاره دیدار کرد. وی در این سفر با استاد عبدالعلی مزاری ملاقات کرد و در غرب کابل در برنامه‌های متفاوت در مورد حق انسان هزاره سخنرانی کرد. تنظیم فقط از روز ازل فقط امون چیزی آزرگی را که مثلا موم شناسا شد که دنیا وقت که بابا مزاری دا اونجی شناسا شد مو بسیار خوشوقت شده از اینجی دلیگیشن یا وفدار چنگه از اینجی د صورتی چیزا اونجی رفت که دزو تماس بگره از اونا یک سبق یک چیزی که اونا داره امو اونا که میخواه پیش مبرش چیزی از او مو با خبر شدی چون مو ده اینجی تارگت از اونا را مو زیاد خبر نبودی که مثلا اونا میخواه چی کار کنه. مو ده پاکستان اونا از ایران اونجی رفتن. از طرف
اراکین تنظیم و از طرف قومای کویته امو عظمت شما را که شما عظمت قوم را پیدا کردین سلام است. تنظیم د شهر کویته یک از قدیمترین نهاد ازرایه دیگه که عمرزی شاید دور بری 53 سال میشه تنظیم نسل و هزاره مغول و امروز در شهر کویته هر چقدر که می اداره هستن یعنی نهادهای سیاسی فلاحی ادبیه و اینا تمامش از بطن تنظیم برشدن ام رهبریت چی ام لیدرشپ چی. امروز شما یقین کنید که در هر خطه در هر جایی که قوم است سر که مفت که قوم که افراد قوم در هر خطه‌ای که پرعرف او امریکا باشه، کانادا باشه، اروپا باشه، ایران باشه، روسیه باشه یا پاکستان که خود از ما باشنده از همون جنسی اونا این وقت از افتخار که قدر سربلند هستند که بله از این قربانیای از شما سینه از اونها قدر وسیع شده قدر پراخ شده که از افتخار دیگه یعنی الفاظی که ما بخوایم برای تعریف دیدی پیش کنم در پیش اسما نه قدر علمیت دارم نه گنجایش از این الفاظ خواهد گفت ما خدمت شما که ظلم ظالم خاموش بودی باید جواب بدی ظالم را حمایت کردی اگر خاموش بودی ظالم را حمایت کردی درسته ده یه شک دیم که ما اگر بدگویی از یک قاتل منم دوستای از قاتل رشته‌دارای از قاتل که از ما عداوت میگیره هیچ باقی نداره چون مطابق دین مقدس اسلام باید ظلم را مذمت شی کنه حرکات جهان مرام تنظیم درو از دست دانشورهای قوم پیشرفت مونه. آقای اختیار امی عمری مبارزه شی یا عمر مردمی شی که برای مردم کار مکده یا به اصطلاح جدوجهد و مبارزه مکده بسیار طولانی بوده. یعنی ایتر نبوده که آقای اختیار ما دیده باشم که مثلا جهادی مسلسل بوده گذای آقای اختیار کار مکده که تر قرارشی نبود که قرار بشه و او یکو چیز نکنه. از اولی محفلای ادبی را آقای اختیار پیش میبرده عجب قوم هزاره یعنی مخاطب شی مردم هزاره دیگه شاید من ازی امو کم ما که تر فکر نمو تر آقای اختیار هم تر چیز شی امید زیاد پر امید نیه که وقتی همی شعر را که مگنم نه که دیگه چیزاش عجب قوم هزاره که احساس خودی هرگز نداره. مثلا آقای اختیار مگازره احساس خودی هرگز نداره دیگه به مثل پری کوک تیت پرک شد به هر جایی که افتاد کد گذاره. وقتا خویی به اصطلاح سوشل میدیا نبود یا ایتر جدید کیمرا نبود باز آقای اختیار یک از اشعارایش که علمی جماعه چیز کردم او گرفته دور سبت پیتا کده بودک باز او ترانه چیز بود بازور زمزمه مکد نخواندک بس مثلا یکو وقت یکو اینجی جلسه قومی گم شدک باز امو تی بازور مومی اردی پیتی زور میشتی باز امو آقای اختیار رو که خانده بودک بازور بلده مردم مو پخش مکدی. غیر توانمند محمد علی اختیار کتاب‌ها و مجموعه آثار شعریش را در تنظیم نسل نوی هزاره مغول به چاپ رساند. آقای اختیار که دو کتاب که یکش در اردویه یکش در فارسیه یک به نام سلسبیله یک به نام گلشین اختیاره دیگه او انتر پیش ممسته اینی به نام سلسبیله دیگه سلسبیل گریره منی کمره چیز شونه ای در مجموعه شده در اردویی یعنی دیگه شکسته ای از گلشین اختیار ای در فارسیه ای مجموعه شاعر آقای اختیاره. یک شعر آقای اختیار است که میگه دمی که اختیار با ما سخن کرد سرآغاز سخن یاد از وطن کرد قسم دمگور مردا خورده میگفت. آقای اختیار قسم دمگور مردا خورده میگفت
فدای ملک باید جان و تن کرد. آقای هزاره، یک شعری از آقای اختیار که بر شما هم خاطره بوده باشه و هم شما را به جذبه آورده باشه. این نسل جوان برخیز با عزم گران برخیز. اینم تر که مثل در شکل ترانه که میخوان میگفت ای نسل جوان برخیز، ای نسل جوان برخیز با عزم گران برخیز. بس خود چمی رقم خوانده بوده با حسن جهانبانی در بزم جهان برخیز. دیگه ماشاءالله که یک بلوگ هستم تر مو کی گوش بگید بس مو خوش میمود دمانیشی اینا لیگ از بیتای زی بردار دیگر باری آن بیرق تاتاری از دشت و دمن همچون یک سیل روان برخیز. دیگه این اشعارای آقای اختیار ماشاءالله انتر بسیار شاعر بلند پایه بود دیگه که در او وقتا او چیزا درک میکنه. شاید ما دم فهمیدی که آقای اختیار امی خواب آقای اختیار چیه یا فکری آقای اختیار چیه که نال توی اشعارای شدم که عالم ما فهمی موقع آقای اختیار بسیار کتاب بوده. موقع علیگو خانه خوبه خانه خوبه، یعنی مراد آقای اختیار دی خانه خوبه تن چه دیگه علیگو خانه خوبه خانه خوبه برای زلف توتو شانه خوبه، برای زلف توتو شانه خوبه. عزیزانم به خشک خود بسازید، عزیزانم به خشک خود بسازید که خشکت از تر بیگانه خوبه. یک شعر علامه اقبال است که او در اردوی مگه میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. باز همین شعر دخان در فارسی که اگر مو کمتر چیز کنی او اقبال مگه تراش استیشه خود جاده خیش، برای دیگران رفتن عذاب است. این اقبال مگه مو شعر آقای اختیار تمزیب چیز منم تراش استیشه خود جاده خیش، برای دیگران رفتن عذاب است. اگر ز دست تو کار نادر آید، گناهی هم اگر باشد ثواب است. انسان شفیق بود، البته اون برای هر کس اردل عزیز بود. هر کس دلش میخواست که خچی بیش یک لحظه صحبت کنه چیزا کنه. ده ادبی آدم بود، بس کم شاعری داشتن دیگه، بسیار اخلاقی خوب داشت، بسیار زبانی خوب داشت. آقای محمد علی اختیار بسیار انسان صافگو، محقق، با مردم همیشه کد مردم همیشه کاری مردم را پیش میبرد، همیشه برای تنظیم شب و روز کار میکرد. در سپورتس، در تعلیم، در هر چیز برای مردم بپناه خدمت میکرد. اور یکی محمد علی اختیار دمینه زنا بود که مر رهبری میکرد. کلو شریف انسان بود، قوم پرست بود. دمینه زو یکو تا خاص مو نمیده که یکو غلط روش داشته باشه، یکو خار داشته باشه. مطلب خوب نمازی آدم بود، پرهیزگار آدم بود. غصه و قار آقای اختیار را ندیدم که در بسیار در جلال بوده باشه، بسیار قار شده یا بسیار تر مهربان بود، شفیق و مهربان بود. مردم همیشه کسانی که در کارهای مثبت، در کارهای اجتماعی برای اجتماع بدون یک منفعت شخصی برای اجتماع اگر مردم دعوت روانه کار اونا و زمان مردم از زمان رو گراره هرچی ممکن نباشه. در 3/4/2020 جناب محمد علی اختیار دور فانی را وداع گفت و با تمام خاطرات و کارهای عالیش ما را در این دنیا تنها گذاشت. روح شخصیت مبارز شاعر توانمند جناب آقای اختیار شاد و یادش گرامی باد.